به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما همراهان. در مورد یه بیماری میخوام صحبت کنم که وابستگی خیلی زیادی به سیگار داره. بهش میگن نارسایی انسدادی مزمن ریه یا به اصطلاح COPD. این بیماری یه علائمی مثل آسم داره اگه بخوام ساده بگم، که بیشتر در افراد سیگاری و توی منطقه ما در افرادی که در قدیم پخت نان داشتن اتفاق میفته. این بیماری معمولا به صورت تنگی نفس و سرفه و خلط ظهور پیدا میکنه و معمولا آروم آروم شروع میشه. مریض اولاش اطلاع از بیماریش نداره و چون معمولا مصرف سیگار دارن و یا تو سنهای بالا هست، علائم بالینی شدیدی ندارن، چون راه نمیرن شاید متوجه تنگی نفسشون نمیشن و وقتی یه سرمایی میخورن یا در معرض سرما قرار میگیرن یا عفونتی میکنن، فکر میکنن داستان بیماریشون از اونجا شروع شده و موقعی که بررسی میکنیم میبینید که نه، این بیماری یه بیماری بوده که چندین سال با مریض همراه بوده. معمولا در افراد بالای 40-50 سال رخ میده، اونایی که مصرف طولانی سیگار رو داشتن یا پخت نان داشتن و گاهی هم در کسایی که مواجههای شغلی خاصی داشتن دیده میشه و گاهی هم بیماری‌های ژنتیکی که اونا نادرتر هست. اولین قدم توی این بیماری تشخیص بیماریه. کسی که این علائم طولانی مدت سرفه و خلط و تنگی نفس رو داره باید بررسی بشه از نظر پزشک، شرح حال گرفته بشه، معاینه بشه و تشخیص اصلی بر اساس تست ریه یا اسپیرومتریه که یه الگوی خاصی داره که یه الگوی انسدادی بهش میگن. وقتی که تشخیص دادیم در کنارش ما باید حواسمون باشه که این بیماران چون در معرض سیگار بودن از لحاظ سرطان‌های ریوی هم غربالگری بشن و احتمالاً نیاز به یک CT اسکن ریه دارن که سرطان‌های ریه رو کنار بذاریم، چون این دوتا بیماری میتونن با هم همراه باشن. قدم بعدی بعد از تشخیص برای بیمار اینه که ترک سیگار رو انجام بده. شاید 70-80% درمان ما اینه که سیگار رو ترک بکنیم. اگر سیگار ادامه پیدا بکنه واقعا این بیماری به صورت فزاینده پیشرفت میکنه و با داروها ما فقط تسکین رو میتونیم داشته باشیم. پس اولین قدم ترک سیگاره. قدم بعدی اینه که این بیماران امکان داره اکسیژنشون پایین باشه، تو پالس اکسیمتری اکسیژن زیر 90 داشته باشن، احتمال داره به اکسیژن کمکی نیاز داشته باشن و اون موقع است که ما از دستگاه‌های اکسیژن ساز استفاده می‌کنیم. با پیشرفت بیماری امکان داره علاوه بر اینکه اکسیژن کم میشه، دی اکسید کربن خون اینها هم بالا بره و ما برای پایین آوردن اون علاوه بر داروها باز از دستگاه‌های کمک تنفسی مثل NIV به اصطلاح یا بایپپ استفاده بکنیم که بعداً توضیحاتش رو خواهم داد. نکته بعد از ترک سیگار و بحث نیاز به اکسیژن و بحث دستگاه NIV که اینو همه بیماران به این دوتا دستگاه نیاز ندارن. شاید 20% بیماران نیاز به این دوتا دستگاه داشته باشن، بقیه با ترک سیگار و داروها علائمشون کنترل میشه. داروهایی که وجود داره معمولاً مرتب باید استفاده بشن، بر اساس شدت بیماری انتخاب میشه. شما نمیتونین توی همه بیماران COPD یک سطح درمان داشته باشین. امکان داره علائم خفیفتر، درمانهای پایینتر و اونایی که علائمشون بیشتره از درمانها با شدت بالاتر استفاده کنن. در کنار دارو و بحث اکسیژن و ترک سیگار، بحث بازتوانی یا توانبخشی ریه بسیار مهم است که این نقش و تقویت عضلات تنفسی، تقویت عضلات پاها، 4 سر ران بسیار مهمه که من سعی میکنم توی یک مبحثی در مورد توانبخشی بعداً صحبت بکنم که چه ورزش‌هایی رو انجام بدیم که بتونیم باعث بهبود تنگی نفس ما بشه و حملات بیمار رو کم بکنه. نکته مهم در مورد این بیماری اینه که امکان داره با حملاتی علیرغم درمان داشته باشه، بهش میگن اگزاسربیشن های COPD که نیاز به بستری در بیمارستان داشته باشه برای یک مدتی که دوباره مریض برگرده روال قبلیش. معمولا چیزهایی که باعث حملات میشن ادامه مصرف سیگار هست، عفونت‌های باکتریال هست، عفونت‌های ویروسی هست که به خصوص تو فصول سرد بیشتره. اینا باعث میشه اینکه به این بیماری تشدید بشه و ترک دارو هست که باعث تشدید بیماری میشه. در کنارش غربالگری سالیانی سرطان‌های ریه با CT اسکن در سنین بالای 54-5 سال توی این بیماران توصیه میشه. متشکرم از توجه شما.